با دوری نیمه نهایی می‌دارد. از 4-2 با پیش اینا شو جایزه ها هم جوشان معلوم کردن با صاحباش نزدیک شدیستن. وقت نظارت کن دستتان درد را نبیند شریف حق نظر جهانگیر و پهلوان نورآبادی اما یک پرتافتی عالی و شایسته در گرمی دوم جهانگیر بابایو ناحیه فرخار اونه که در نورآباد محسن اسام‌الدینوف را خیلی شکنجه داد و گشتین ارزنده و سزاوار هم گرفت. تشکر. جهانگیر بابایوف ناحیه فرخار به مرحله نیمه نهایی رفت. یک قدم دیگر جهانگیر اگر توجه کن آهسته نفس کش بدن با سفید پوش کی شو جایزه اول اگذارونیم این را کی می اشترو وزن 65 60 تا 70 فینالیست های وزن 60 تا 70 اشتر ارزشمندترین جایزه در وزن تا 70 کیلوگرم شمس‌الدین خوب کی اینجا که پیش نیاها مسافر دادن نام مراد از شای جایزه نگذارید همین جایستان باسه همین قدر بیستان کی پویا بسیاری ما پیش آمده دو امین جون پدر است رجمت او آمده دو فرزنده تونه سویمی کنه بای بیچاره تلخ کف شده با دو دیده احترام همین قدر گریه دارد که او بچه رجمدان ها را دیدی خیلی زخی بشناسیش یا گیرش این اعلان ها که در وسایل اخباری آمد صدا میره و خواهش میکنم خب ولی بیست یک دقیقه ایست یک دقیقه بیست اونا توجه دارن در اینجا شیم سبتی همینه که سر ازارشی که مردم اونجا
برادر عزیز اشتر نصیب غالب جای دوم اشتر مرغی ارزشش قریب به همان اشتر برابر. برای اقدام و دستگیریتان رئیس محبوب یک جور دیگر عرضی سپاس و تشکر بگی نشده کن. خبرنمایی تاریخ داده در ناحیه شمس‌الدین شاهین بسیار شهامتی والا داشت. استعداد دستتان درد را نبیند. بچه های وزن تا 70 کیلو یاد آور بشنیم. عارف دادوف از سنوار و مصطفی عبدالفیض از شهر دوشنبه از دهه نامیرک همه ترتیب اشتر ارزشی 15,000 سامانی اشتر قریب که به همین برابر 6,500 سامانی. دستتان درد را نبیند. این بچه ها چه شد که خون نظارت کنید بین ترتیب میدانداریشون ترتیب گوشتینگیریشون حرکت ها با آگاهی هست. چند وقت انجام یافت با یک امتیازی بعد